خب به ملت جان عزیز اومدیم به پارتی قراره بریم اندر دراگون رو سوراخ کنیم یا سوراخمون کنه. بعد تو کامنتام گفتین فکر کنم 7 آیاف اندر کمه، پس حالا که مجبورم دیگه بیشترش کنم. فعلا اول از همه ببینین یه چند تا ایده تو ذهنم دارم. خب فعلا بلاکایی که لازم نیستن رو بذارم. خب آقا این چند تا چیزی هم که اینجا بود، این بلیز پاودر اسمش بود اگه اشتباه نکنم دیگه، همه‌شون رو کردم آیاف اندر. الان 12 تا آیاف اندر داریم. بعد ببین حیفم میاد با اینا برم، چون اگه بمیرم خیلی حیف جدی. حالا البته یه لحظه تو فکرم این بود که باهاشون نرم، ولی فکر کردم یالا چیزا یالا نمیرم دیگه، یعنی میرم با همین لباسا. بذاریم چوب که میخوایم، کلنگ و تبر نمیخوام. رو تبرم همراهم باشه هم چیز مهم نیست، تبر که چیزه. بذاریم میگم کلا به جای دایموند با تبر بزنم، چون تبر دمیج بیشتری میده. آره با تبر میزنم، حیفم میاد با شمشیر بزنم. یعنی تو عمرم قد خصیصی به خرج ندادم. بعد یه تورچم که نمیخوام قاعدتا. بذار کمونو میخوام باش اون بنده بساطا رو بذارم، اونایی که بهش جون میدن. غذا مزم که داریم. بذار یه دونه تخت بذارم وسط راه، یه دونه چستم میخوام. ولی چوب که دارم میتونم چست رو اوکی کنم. یه دونه چست اینجا اضافه داشتیم. آخرین بارم این اندرپریل عزیزمون این طرفی رفت. خب پس ما هم همینو میریم جلو. یه دونه قایقم فکر کنم بخوایم. بذار از این یه خروار بیل گرفته بودیم از اون ویلیجر آهایناشش. از این بیلا استفاده کنیم باشون یک دونه قایق درست کنیم. بدون بیل قبلا فکر کنم بیل میخواست، هر چی فکر میکنم نمیدونم، یادم نمیاد. حالا ما میز بهتر. بعد آهنم داریم دیگه. آره همین دیگه. الو برکت لا بریم تو کار اندر. من اسبم من ببرم، نه اون از دست دریا رد بشیم اصلا میخواد. همینه دیگه. 45 تا دیگه چی میخوام آقا؟ یا علی نبذار شمشیر رو جا بذارم، حیفه. خب از شمشیر عزیزم البته بذار شمشیر رو میارم میذارم توی چستی که اونجا قرار بذارم. خب آقا الو برکت لا. من نیومده شب شد داستان. حالا دیگه به درک درم کامل شب شد میگیرم میکپم. سطل آب آوردم، ای توف توش نیاوردم و چون که حوصله ندارم برم بیارم. همینجا یه دونه اوکی کنم. فکر کنم از سطل آبم زیاد استفاده کنم، ولی خود دیگه به درک مجبورم، حوصله ندارم تا خونه یه ساعت برم. خسرا یه دونه کشتی اومد، همچین بدم نمیاد برم یه سر ریزی بهش بزنم. خب از این بنده بساطا توشه. اینا بزنیم نازم TNT از این سوپ و اینام کالا به کارم نمیاد. پشمام این زره مندینگ داشت. به یک خروار از کوه و یا عظمت یا جد سادات یخ چی میگه اینجا؟ اینا کی اضافه شدن به بازی؟ یعنی از اورست جالبیه به نازم. این چیه؟ ایفا قلعه داشتم میخواه اینجا تو هیچی نداری یا جد سادات. خب زدمش، صدف دستشو داد. خوب حقیقتا نمیم این صدف دستش دقیقا به چه کارم میاد. خود تراید تو میداد بیشتر به رامزش داشت. این صدف بگین دقیقا به چه کارم میاد تو کامنتا قربون دستم. خوب صدف ها رو حتما فکر کنم 100% دراک میکنم. خب بریم دیگه. زیادیمون جا موندی، من از وسط کوه باید رد بشم. پشمام این همه یخ و جلال. بنازم تا نوکش برم ببینم تا ابرا میرسن. و یعنی ابر که نزدیکمونه ماشاءالله. بوز کوهی. سلام عزیزم، ببخشید. خوبه اتک نمیده. چه خرزوخی شده. پشمام رسیدیم به ابر. الان این ابره، من الان داخل ابرم. چه باحاله. ابر دیگه تموم نشده اینجا، سر تا پاش ابره. دیگه غلط کردم داشت دیگه ابر نمیخوام، بعدم از ابر میاد. ول کن. خوبه با عظمتیه ماشاءالله. ببین یه ایده دارم. یه دونه بیل اینجا اوکی میکنم. بعد با این بعد با این بیله برف میکنم. بذار یه دونه دیگه بندازم اینجا. اوه خب مسیرش تغییر کرد، یعنی تو رو الهی شد این یکی رو انداخت. داریم نزدیک میشیم مسیرش رو تغییر داد. یکم راست داد، یکم کلا 90 درجه تغییر داد مسیر رو. اوه نه همین نزدیکی هاست انگاری. فکر کنم اونجا باشه. آره همین نزدیکی هاست دیگه.
داشت از رو کوه من آورد این ور دیگه. خدای باید همینجا باشه دیگه. کجا رفت؟ این وره چی شد؟ بذار یکم دیگه بیام این ور. خب اینجا هاست یعنی طرف میره. آره فکر کنم همینجا باشه ها. یه لحظه بیام اینجا این وسط. کجا رفت؟ کجاش؟ دقیقا همینجاست. آره فکر کنم چسبید به زمین. خب علا برکت الله پیدا شد. یا ابوالفضل از این اینونتوری. بذار با استفاده از روش یوتیوبران و دوستان محترمه به این شکل میریم پایین. رسیدیم؟ نه نرسیدیم. یه لحظه فکر کردم از اون بلاک بدراک همچینی هم یه اسمی داشتن. از اون بلاکی هست دیگه. مشعلامون ته کشید. شت نه خوب 10 تا زغال همراهه. داشتم که زغال من همراه بود. من صدا آب میشنوم حقیقتا. نمیدونم چرا این درسته یا نه. داداش اوه رسیدیم بلاک های از اینا. آی اسپای وارد شدیم ایجان. شما نگیادت یا برفز همینجاست. پشمام از این بیل بلک ها چقدر بدم از اینا میاد. بابا دیگه تا اینجا اومدم خراب شو پدر سگ آخیش. آقا اینم از این چرا بلاک اینجا دارم داره واسه مهم نیست. از من اینجا رو یک گشت ریز بزنم. یا چست اینجاست. واسه یه لحظه تا یادم نرفته یه حرکت اینجا بزنم. یه دونه تخت میذاریم اینجا. این دارم حالا روشن میکنیم با مشعل. اون چست بیساب شده هم که من آوردم میذاریم اینجا. اسپاین پوینتمون هم ست میکنیم. خب هرچی هم خرت و پرت و مرت و آن بریکیم. اینو من کی آوردم؟ بعد آب که لازممونه یه لحظه. بعد اینم که نمیخوایم تیتم نمیخوایم اینم نمیخوایم کرافتینگ تیبل وسط اون جهنمی شاد به کارمون بیاد. اینو میارم. خب میگم قبلش من یه سر برم اون چستی که اونجا بود. یه خیلی بد چشمک زد واسیتش. پشما مگه اینجا چست نبود؟ فکر کنم اینجا یه دونه چست دیدم. داشتم تو کلا یه دونه زامبی بیش نیستی. عنکبوت اینجا یکی میشه من بگه چرا نامریه. خب اینم رسید. خب حل به کتابم هم رسیدم. خیلی دنبال کتاب بودم. چست اینجا کی چست بود؟ بر مولتی شد اسمایت یا حضرت کتاب النجیم. داشت کتاب عشق منه دیگه. که چست و مست نداری داداش که به کارمون بیاد یا نه؟ این چست حقیقتا خیلی به کار میاد. الان دارم به غیر مولتی شاتش. اصلا مولتی شات به درک بقیهشون اسمایت فکر کنم لول آخر داشته. بنده بسا دارم بذاریم کتاب اینجا رو من یکم لود کنم. ببینین غمتون نباشه یک هم دیگه میریم اون دنیا. یا پدرمون در میاد یا پدرشو در میاریم. اون از این دوالت هم خارج نیست ولی پدرشو در بیاره. ببین خیلی حال میده جدی. یه استک و 40 تا جمع کردیم دیگه. واسه چی زیاد جمع کردم. این بالا چی میگه؟ اوه است به همینا خوبه. واسه چی بازم بهتره. اوه چست بنازم ریدی خوبه این چسته. امیدوارم که زیاد گم و گور نشم اینجا. چون که همین که بلاکو بکنی رو سر خود اون اسپانر اسپانشی خودش اسپان که نشی شانسی بیای روش خیلی جالبه. آقا لحظه سرنوشت ساز. استرس دارم پشمام. ببین تا حالا شکست ندادم. خب از کلاس 5 ماینکرافت بازی کردم. یک بار تو عمرم من این پدر خوبو شکست ندادم. قلبم داره میزنه.
فکر میکنی دارم شوخی میکنم ولی واقعا قلبم داره میزنه. دار بیدم که نمیخوام ترشم نمیخوام داشتم برو تو. چرا یه لحظه انقدر استرس گرفتم داداش؟ کاستوم تک به 4 به والله انقدر استرس نمیده به آدم. میشم آی آف اندرا. یا خدا یا خدا به حق دستام عرق کردن. این مگه 9 تا نمیخواست چجور شد 12 تا؟ 24 تا لول داریم. خب بعد بریم اونجا قاطعا اندر دراگونو اگه بتونیم بکشیم خودش خیلی ایکس پی میده. میتونم اینجا خود خورده یه استک و 40 تا هم کتاب خوب تصور میتونم همه اون کتابا رو تبدیل به چیز کنم کتابخونه. چند تا هم کتاب این چندینا اوکی کنم تا ایکس پی هم کم بشن. آره همچین هم بدک نشد اومدم. کامنتا بگین اگه اندر دراگون رو کشتیم همین سری رو ادامه بدیم، مثلا بگیریم فارمای آهن و چه میدونم فارم اندرمن خودم خیلی تو ذهنمه اینا هم درست کنیم، یعنی این سری رو ادامه بدیم این بنده بساط هم توش درست کنیم یا کلا نه اینو دیگه کلا ول کنیم بریم سراغ یه سری جدید. تو سری جدید این کارا رو توش انجام بدیم. حالا دیگه تصمیمش با خودتونه. تو کامنت حتما بهم بذار که لپیز ور دارم. خب بریم سراغ انچنتمنت. البته بذار قبلش با کتابخونه اوکی کنم. کتابخونه فکر کنم گفتین باید یه 15 تا کتاب اوکی کنم، یعنی 15 تا کتابخونه دوره اون انچنت بوک انچنتینگ تیبل نمیدونم چی اسمشه همین باشه. بذار چند تا هست 1 2 14 15 داشت کنم گفتین شاید 18 این 16 17 18 اینم خیرشو برین 19 بعد این یه دونم اضافه اومد فکر کنم مهم نیست. آره دیگه فکر کنم دیگه تکمیل باشه دیگه امیدوارم. بذار هرچی این چند بوک و اینا گیر آوردم بندازم این دو. خب بذار اگه میشه اون خودش فدر فالینگ 2 داره. بعد فایر پروتکشن پروژکت و هلمت هم در حال ترکیدنه. خب اون کتابایی که فکر کردم به کارم میان آوردم. بعد این همه اینا هم در بیارم ببینم میتونم رو اینا چیز بندازم. رو این یه دونه آن بریک 2 میندازم. خب حله این خوبه. بعد پروتکشن 2 این که پروتکشن داره شروالم نداشت. رو شروال نمیشه رو زره میشه نه رو زره هم نمیشه. خب رو تومبون میگم این تومبون کلا خب رو هیچی نمیشه. مرسی. الان جاشون اشتباهه وایسا. آره جاشون اشتباه بود. رو تومبون نمیشه رو اینم خب نمیشه. آره کار فر رو همین کلا میشه. بعد پاور که فکر کنم واسه کمون بود اگه اشتباه نکنم. خب ایول نداریم ایکس پی شد دیگه یه دونه کلا داریم. خب حل دیگه اینم از این کتابا رو بذاریم و اینا رو هم بندازیم تنمون دیگه. علا برکت بریم تو کار ندر. با اشتباه گفتم تو کار اندر دراگون. اگه بفهمین چی شد این همه راه و رفتم یادم رفت آیاف اندر درست کنم. ببین آقا من یه ست لباس زرمرینم اضافه آوردم محض اطمینان اگه احتمال 1% کالا بگیریم شاید 90% مردم بیام اینو بردارم. ببین اینجا تبرمون دیگه جونای آخرشه. این تبر کامله رو میبرم. بازم تا نزدیک شدم دستم افتاد عرق کردم. علا برکت الله. من نمیرم توش. برو مرد یه پارگی ساده است. یا خدا جی دستام عرقن. بعضی از یوتیوبر هستن مثلا دریم دیگه میشناسین یوتیوبر دیگه فکر کنم دیگه 56 میلیون خورده حالا حساب داره دیگه. اون پدرسگ چجور همزمان 4 نفر دنبالشن انقدر با خیال راحت میاد اینجا رو میزنه. پشمان یا موسی بن جعفر داداش یه وقت شیطونی نکنی بیای منو بزنی یا هاش این خو اصلا نمیرسه. اوه ایول زدم. بسار ببین من با یه اندرمن چشم اسپاین پوینت رو یعنی من ست نکردم پشمام تا ریست نشدن بدر داستانا برم گمشم همشون رو بردارم. ولی آقا مگه من آخرین لحظه اسپاین پوینت همو ست نکردم؟ اون چست بیساب شده هم که من آوردم میذاریم اینجا. اسپاین پوینتمون هم ست میکنیم. خب اینم از دیگه اسپاین پوینت یا ابوالفضل بدو جان جد دیگه اسپاین نشده باشه فقط یعنی دی اسپاین دیگه چه سمیه.
با شانس آوردم هنوز هستن. ای بابا چرا دراگون زدم؟ اول بذار اگه نمیشه از اینجا برم بالا. اشمام ذاتت اوه مای خاک. اوه شت. خب اون از اون ایول ایول فکر کنم این دیگه آخریش بود. بذار دیگه بپاچیم سر و صورت دراگون عزیز. وایسا شمی بده پشمام نمیرم. فکر کنم باید از پشتش برم ها. من معلوم نیست با اندر دراگون سر جنگ دارم. این اندر منای گل گلاب سر جنگ دارم. به گوز بندم. خب حل ببین میخواد بشینه بشینه پشمام سطح آبم کو. ای بابا داشتم میزدم و فهمیدم چجوری بزنمش. بریم. ای بابا 4 تیر پشت سرم بهش زدم ولی قلقش نسبتا میشه گفت اومده دستم. چجوریه؟ حل دوباره داره میاد پایین دوباره داره میاد. بیا ایول بمیر پشمام. بذار اینو با کمون میتونم کارشو یه سره کنم. زدمش آخراشت این پدر سگ بمیر خواهش. دوتا اندرمن افتادن دنبالش. آها ایول یه تیر. ایول زدمش. چرا هنوز داره حرکت میکنه؟ ببین تمام. چهار 38 پشمام. XP level. مرسی که داری لحظه با من همراه بودین. خداحافظ.